یا حبیبم یا محمد یا رسولم یا محمد sizga bo'lsin ummatingizdan durud salovat Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. As-salatu was-salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Hazrati Umar roziyallohu anhu rivoyat میکنند، یعنی ما گفتن روزی با همراهی یک چند شخص در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته از صحبتی با برکات آن ذات بزرگ بهره مند میشدیم. به ناگاه به نزد ما یک شخص پیدا شد. لباس آن شخص چنان سفید بود که ما چنین سفیدی را در یگان لباس ندیده بودیم. موی سری آن شخص چنان سیاه بود که ما یگان سیاهی به آن سیاهی مانند هم نبود. در وجود آن شخص حاضر آمده نشانه های مسافری هم نبود. سر و لباس وی غبارآلود هم نبود، بلکه خیلی تازه بود، آزاده بود، پاک بود. آن شخص ناشناس به مجلس ما نشست، به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنان نزدیک نشست که حتی زانوهایش به زانوی رسول الله صلی الله علیه و سلم می رسید و دستهای خود را به بالای زانویش نهاده به رسول الله صلی الله علیه و سلم مراجعت کرد و گفت: یا رسول الله اخبرنی علی الاسلام، یعنی ای رسول خدا مرا از اسلام خبر دهید. گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقوم الصلاة وتطيع الزكاة وتحج البيت الله وتصوم شهر رمضان. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که خدا را شناس به این طور که خدا یکی و یگانه است. خدا پدر، مادر، خواهر، دادر، خویش و اقربا ندارد. یکم همین گفتن. دوم گفتن و تقوم الصلاة، 5 محل نماز گزار گفتن. سوم گفتن و تطیع الزکات، زکات مال ده گفتن. چهارم گفتن و تحج البیت الله، خانه خدا را رفته زیارت کن گفتن در عمرت یک بار. و پنجم گفتن تصوم شهر رمضان، یعنی 30 روز ماه مبارکه رمضان روزش داشته دی گفتن تو صاحب اسلام میشی گفتن، تو اسلام مکمل برپا کردگی، بنا کردگی میشی گفتن. حالا اینکه شخص گفت صادقت یا رسول الله. حضرت عمر رضی الله عنه گفتن ما در تعجب بودیم. این شخص ناشناس خود سوال میداد، خود تصدیق میکرد. آن شخص بازم سوال کرد: یا رسول الله اخبرنی علی الایمان، یعنی گفت ای رسول خدا منو از ایمان خبر ده. گفت رسول الله گفتن ان تؤمنوا بالله والملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. یعنی گفتن ایمان، گفتن این ایمان آوردن به الله تعالی، ایمان آوردن به ملائکه های وی یعنی فرشتگان وی، ایمان آوردن به کتب های وی، ایمان آوردن به پیغمبران وی، ایمان آوردن به تقدیر نیکی و بعدی از جانب الله تعالی بودن است و ایمان آوردن به زنده گردانیدن بعد از مرانیدن. یعنی همین 7 چیز را بیان کرده دادن، 7 رکنهای ایمان را بیان کرده دادن. حالا اینکه شخص بازم گفت که صادقت یا رسول الله، حق گفتی یا رسول خدا. گفت باز گفت یا رسول الله اخبرنی علی الاحسان، احسان چیز گفت، از احسان من خبردار کن. گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که احسان گفتن این خدا را تو همچنان عبادت کن که گویا که خدا تو را نظارت کرده ایستاده است، گرچه تو خدا را ندیده ایستاده باشه.
از این معلوم شده است که ما کدام یک عمل را کدام عبادت را اجرا میکرده شویم تصور کنیم به دست که خدا باید که من شما را نظارت که ایستاده است. انا همین خیلی تاثیرات که عبادت کنیم یا انا همین خیلی تاثیرات که یگان عمل صالح را به جای بیاریم میگیری انا همه احسان میشده است. رسول اکرم حالانکه شخص بازم گفت صادقت یا رسول الله گفت، بازم یک چند چیزهای دیگر را پرسید و برآمده از چشم حالانکه صحابه ها غایب شد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر ابن الخطاب مراجعت گفتن که یا عمر گفتن تو این کس را شناختی؟ گفتن ما گفتن که نه یا رسول ما نشناختیم. گفتن این برادر من حضرت جبرائیل بود، برای آموختن اسلام و ایمان و احسان نزد شما آمده بود. گفتن از این معلوم میشه که باید که هر یک شخص مؤمن مسلمان هم رکنهای فرض‌های اسلام فرض‌های ایمان دانسته گرفتن و شرط بوده است. الها پروردگار 18000 عالم همه ما توفیق هدایت را نصیب روزی گردانده، در دین اسلام ثابت قدم شده گشتن ما را، احکام های شریعت را با جا آوردن چه نصیب روزی ما گرداند. الحمدلله الصلاة والسلام على رسوله اشرف الانبیاء والمرسلین برحمتك یا ارحم الراحمین.